هزاران سال پیش دارکساید و لژیون‌هاش تلاش کردند با استفاده از جعبه‌های مادر زمین رو فتح کنند. این تلاش توسط اتحادی از ابرقهرمان‌های آمازون، آتلانتیس، انسان‌ها و یک فانوس سبز خنثی شد. پس از نبرد جعبه‌های مادر از هم جدا و در مکان‌های مختلفی پنهان شدند. مرگ سوپرمن باعث فعال شدن مجدد جعبه مادر میشه. استپن ولف که از چشم دارکساید افتاده قصد داره با جمع‌آوری جعبه اتحادی رو تشکیل بده که زمین رو نابود کنه. استپن ولف یه جعبه مادر رو از میستیکی را پیدا میکنه و باعث میشه ملکه ایپتولیا به دخترش دایانا هشدار بده. پرنسس به بروس وین اطلاع میده. وین و پرنسس به دنبال تشکیل تیمی از فراانسان‌ها برای محافظت از زمین میگردن. وین آرتور و بری آلن رو پیدا میکنه، در حالی که پرنسس ویکتور استون آلن رو پیدا میکنه. کارمندان آزمایشگاه‌های استار توسط پارادیمون‌ها روبوده میشن. استپن ولف به دنبال مادربرد انسان‌ها به یک پایگاه آتلانتیسی حمله میکنه تا مادربردشون رو پس بگیره. تیم اطلاعاتی از کمیسر گوردون دریافت میکنه که اونا رو به ارتش استپن ولف در یک مرکز متروکه در زیرزمین بندر گاتهام هدایت میکنه. گرچه گروه کارمندان روبوده شده رو نجات میدن، اما این مرکز در حین نبرد دچار سیل میشه. استون آخرین مادربردی رو که برای گروه پنهان کرده بود رو پیدا میکنه. استون فاش میکنه که سیلاس از مادربردی برای بازسازی بدن خودش استفاده میکرد. گروه تصمیم میگیره از مادربرد برای احیای سوپرمن برای کمک به مبارزه با استپن ولف استفاده کنه. آلن و استون بدن سوپرمن رو نقش قبل میکنن و گروه بدنش رو تو یک مایع آمنیوتی که محفظه پیدایش در یک کشتی کریپتونی در آزمایشگاه استار نگهداری میشود قرار میدن. پس از اینکه آلن مادربرد رو فعال میکنه، سوپرمن فراموشکار دوباره زنده میشه. یک سوپرمن گیج پس از اینکه استون تصادفاً به او حمله میکنه به گروه حمله میکنه. لوئیس لین که مرتباً به یادبود سوپرمن سر میزد به موقع میرسه تا سوپرمن رو آروم کنه. استپن ولف به آزمایشگاه‌های استار حمله میکنه و آخرین جعبه مادر رو پیدا میکنه. اگرچه سیلاس موفق میشه جعبه رو با گرمای لیزر به قیمت جان خودش شارژ کند و به استون اجازه میدهد با ردیابی گرمای باقی مانده بدون سوپرمن مکان آن را پیدا کند. 5 قهرمانان به جای سفر میکنند که استپن ولف قصد داره جعبه‌های مادر را متحد کند. تیم از میان پارادیمون‌های جفتی می‌جنگد تا به جعبه‌های مادر برسد، اما نمی‌تواند استپن ولف را به اندازه کافی منحرف کند. سوپرمن از راه میرسد و بر استپن ولف غلبه میکنه، اما جعبه‌ها با هم ادغام میشن و باعث انفجار عظیمی میشه. آلن وارد نیروی سرعت میشه و زمان رو معکوس میکنه و به سوپرمن و استون اجازه میده جعبه‌های مادر رو از هم جدا کنند. دارکساید به خدمتکاراش قول میده که برای نابودی زمین باز خواهد گشت. وین، پرنسس و آلفرد توافق کردند که همزمان با تشکیل تیم یک پایگاه عملیاتی در عمارت سابق وین با فضایی برای اعضای بیشتر ایجاد کنند. هنری استون با پیامی از پدرش الهام میگیره که از توانایی‌هاش برای کارهای خوب استفاده کنه. کاری خداحافظی میکنه. تامارا و مربیش ولکو به دیدن پدرش و سوپرمن میرن و زندگی خود رو به عنوان خبرنگار و به عنوان محافظ زمین از سر میگیرن. لکس لوتر که از تیمارستان آرکام فرار کرده بود با اسلاید ویلسون ملاقات میکنه و لوتر پس از دیدن خوابی که در اون استون رو در بر میگرفت هویت مخفی بتمن رو براش فاش میکنه. آلن، مارا ویلسون، جوکر و یه سوپرمن شیطانی در دنیای پس آخر و زمانی وین با شکار. خب دوستان، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. دکمه ساب رو بزنید چون قرار از این بعد هر روز کلی فیلم جدید و خوب بهتون خلاصه کنم و معرفی کنم و اینا. خدا نگهدار.